shu molni chaqiy itilar bir davrda bo'lgan. Asr hajda guzashtagi buzurgtariin navishanda mutafakkir, olimi diniy musulmonlarni boshad. این کس در حدود تاجیکستان هم رفته سفر کرده است. از اون جمله ناحیه خبادیان رفته اونجا با یک ماه زندگی کرده. اون مسائل دینی قطعی بسیار فهمان دادن تشکیل کرده. تو ابراهیم مشرف قطعی فرزه و قطع صحبت کرده. بعد از صحبتی که اون درباره دین، درباره ادبیات، درباره دوستی برادری بسیار کلمه‌های شیرین دارد، شعرهای عجایب دارد. صفات المعجزین فی کتابش همون از سر تا آخر نصیحت برای انسان خوب شدن، برای خلق تاجیک و ازبک بسیار منفعتی کلام دارد. ما یک گروه مهمانان از تاجیکستان آمدیم برای زیارت این آدم بزرگ. این برای ما واسطه شود که بین ازبک و تاجیک، بین دو دولت خود دوستی مستحکم شود، رفت آمد نرم شود، راه باد وسیع‌تر شده شود. چون که همچنین نقص این دولت کلان است. ما خلق تاجیک و ازبک در دنیا نزدیکترین خلق هستیم. با همیشه میمونیم. و باید که میرو محبت دوستی این دو ملت تا کجا آورد که در هر یک شورابری، در هر یک بزم خرسندی امت محبت و میرو محبت این دو ملت دو داور رو باشن به همدیگر نزدیک ساخته باشن. barcha insonlarni madaniy va ma'naviy ozuqa bilan mana shunday bahramand qilish uchun sizlar uchun tashrif buyurgan Tojikiston Respublikasi delegatsiyasini bugun sarpolar muborak bo'lsin deganmiz. Do'sti qardosh bir azaldan Raftem merem Dubai ba, jim esnem